إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر في الصوم مما دخل. صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان و عزیزانی که بنده ضعیف را از طریق این صفحه مجازی بیننده هستند، اولتر از همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در قدم ثانی امیدوار هستم آن عده عزیزانی که شب و روزی خویش را با قیام اللیل و صیام النهار سپری می نماید، الله تبارک و تعالی عباداتشان را پذیرفته و در میزان حسناتش قرار دهد. و در قدم ثالث چنانچه شاهد آن هستیم و هر روزه میشنویم که بعضی از دوستان ما در ارتباط حکم شرعی تزریق سیروم و پیچکاری برای شخص روزدار میفرستد که آیا تزریق آمپول و سیروم روزه را میشکند و یا خیر. در جواب نخست باید گفت که خداوند تبارک و تعالی در آیت مطلوبه مبارکه با وضاحت کامل بیان میفرماید: اگر از کدام شما در هنگام روزه گرفتن ماه رمضان معذور شود، یعنی در حالت مریضی و یا در حالت مسافرت قرار بگیرد، چنین شخص بعد از گذشت ماه رمضان روزه های دیگر را قضایی بیاورد. و از این آیت 184 سوره بقره با صراحت کامل معلوم می گردد که برای اشخاص مریض و اشخاص مسافر خوردن روزه ماه مبارک رمضان مجاز قرار داده شده و قضایی آن لازم بوده که هیچ اختلافی در این باره موجود نیست. لیکن برای کسی که توانایی رساندن روزه رمضان را تا با غروب آفتاب دارد، علما و مفتیان اهل سنت و الجماعت با دو دیدگاه و با دو آراء متفاوت قرار گرفتند که قرار ذیل است. دیدگاه اول علمای اسلام بر این است که مطلقاً تزریق سیروم و پیچکاری ناقض صوم نمی باشد. دلیل نخست این دسته از علمای کرام از این قرار است که سیروم و پیچکاری از طریق منافذ اصلیه، یعنی از طریق دهان و بینی و گوش و دبر و پشت داخل نمی شود. بناهن هر چیزی که از طریق منافذ و مخارق اصلیه وارد داخل جوف معده نشود ناقض صوم به شمار نمی آید. لذا تزریقات اصلیه از طریق رگها و مسامات داخل می شود و هر آن چیزی که از طریق مسامات داخل شود مانند غسل کردن به خاطر خانگی و تبرد کردن و ترویح بدن، آن نیز روزه را نمی شکند. لذا تزریق سیروم و پیچکاری را ناقض صوم نمی دانند. ولیکن دسته دومی از علما و محققین احناف بر این نظرند که تزریق سیروم و پیچکاری قطعا شکننده از برای روزه می باشد. این دسته از علمای احناف متمسک به قول علامه سرخسی رحمه الله که از امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه به عنوان که در کتاب مبسوط العبرة للواصل لا للمسلک نقل می کنند، که در نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه معتبر این است که هر چیز به معده انسان برسد، ولو که از طریق منافذ اصلیه باشد و یا از طریق رگ و یا هر ناحیه بدن به جوف اتصال پیدا بکند، شکننده از برای روزه می باشد. چنانچه از حدیث شماره 2357 سنن ابی داود در حین افطار رسول خدا علیه السلام می فرمودند که ذهب الظمأ، یعنی گرسنگی از ما برطرف شد، و تلت العروق، یعنی رگها نرم و تر شد، و ثبت الاجر ان شاء الله، یعنی اجر ذخیره و ثابت شد ان شاء الله. و از این حدیث اشارتا معلوم می گردد که نرم و تر شدن رگها نقش مهمی بر افطار روزه داشته است. و در حدیث دیگر به روایت ابن عباس و به روایت ابن مسعود و دیگر صحابگان به طرق کثیره روایت شده است که رسول خدا علیه السلام فرمودند: الفطر فی الصوم مما دخل، یعنی پس به صراحت از لفظ دخل عموم آن فهمیده می شود که هر آن چیزی که در بدن انسان داخل کرده شود یعنی روزه شخص را می شکند. و آن عده عزیزانی که فساد صوم را تنها در منافذ اصلیه خاص کرده بودند، باید گفت که این تخصیص و تعبیرشان تقریبا مغایر با اقوال فقهای کرام و حتی مغایر با نظریات خودشان نیز می باشد. زیرا اولا واضح است که خوردن و نوشیدن توسط دهان اگرچه مواد بلعیده شده به معده انسان می رود،
اما رفتن آنها به جوف مغز ناممکن است، چرا که بعد از اینکه هر چیز داخل معده آماده به هضم و جذب می شود، سرازیر امعا گردیده و از طریق حساس بخصوص که از امعا جذب مواد مفیده صورت گرفته و در زوایای بدن منقسم شده و تأثیرات آن به مغز و قوت مدرکه وارد می گردد. و این که فرمودن به جوف معده در افطار روزه بلعیدن اشیای مأکوله و غیر مأکوله، دخول آنها مقید و مشروط به جوف معده نبوده، بلکه هر آن چیزی که در بدن انسان داخل کرده شود از هر ناحیه قرار بگیرد که جوفی از بدن به شمار آمده مفتل روزه شمرده اند. و همچنان شرب و استشمام دخانیات که از راه دهان و بینی باشد، گرچه به معده و جوف آن تعلق ندارد، در ششها رفته واپس بر می گردد که در این صورت هم روزه را باطل می کند. چنانچه از عبارات فقهای کرام این مدعا ثابت می گردد که تحتوی در صفحه 262، همچنان در صفحه 263، همچنان در کتاب نورالایضاح در صفحه 142 موجود است. و قیاس دومشان که تزریق سیروم و پیچکاری را به غسل کردن در آب سرد به خاطر تبرد بدن بود، لیکن جای دارد که مقیس و مقیس علیه را با تمام شرایطشان به توافق برسانیم. بلی زمانی که حرارت و گرمی هوا بالای بدن شخص تأثیر می اندازد و شخص مذکور جهت سرد شدن بدنش غسل می کند، اولا ممکن است که آب از طریق مسامات جلدی به بدن داخل نشود و اگر هم مقدار ناچیزی از طریق مسامات در بدن داخل شود، آن هم یکی از مسائل استثنایی و معفو عنها اند، مانند تدهینات که در جلد و اعضای شخص روزدار صورت میگیرد و یا مزمزه و استنشاق هایی که غیر از حالت غسل و وضو برای شخص روزدار مجاز بوده و نقصی بر روزه‌اش وارد نمی کند. چنانچه حضرات ائمه دین و فقهای کرام مسئله نفوذ و سرایت ادویه از جراحات نافذه را در مغز و جوف به عنوان عامه و جائفه تعبیر نموده و فقهای کرام مسئله نفوذ سرایت ادویه را نفوذ و سرایت چیزی از مسامات جلدی را در عبارات و اقوال خیش مطرح نموده و حکم آنها را جدا جدا بیان کرده است. بناهن چنانچه در فتاوای هندیه صفحه 223 و در فتح القدیر جلد اول صفحه 341 موجود است. اگرچه این بحث به تفصیلات بیشتری نیاز دارد، لیکن به خاطر عدم از تطویل کلام به همین قدر اکتفا می کنیم. و آن عده علمای عزیز ما که تزریق سیروم و پیشکاری را ناقض روزه می دانند، جهت اقتصار بر تقریبا بر 35 کتاب معتمد خاتمه می دهیم که بر همه این کتابها بسیار به طریق استدلالات موثق گفتند که پیشکاری و سیروم روزه را می شکند. از جمله حضرت علامه نصیر احمد طاهر در فتاوای عثمانیه جلد 2 صفحه 24، همچنان در فتاوای حقانیه جلد 4 صفحه 199، همچنان در تحقیق سخن در فساد صوم به داروی سوزن از حضرت مولانا محمد جان، یکی از علمای برجسته کشور تاجیکستان. همچنان آیا پیچکاری روزه را می شکند از شورای علمای فقهی هرات. همچنان کتاب المفترات و المعاصرات از دکتر خالد ابن علی صفحه 13. همچنان پیچکاری روزه ماتیجی از علمای زابل از جمله مفتی خالد صاحب. همچنان الفقه المتین جلد 2 صفحه 237 و هم در صفحه 242 از اسلام جار دیوبندی صاحب. همچنان الفقه الاسلامی و ادلته جلد 3 صفحه 712 از جناب دکتر وهبت الزهیلی صاحب. همچنان در کتاب الاسئله والاجوبه الفقهیه المقرونه بالادله الشرعیه جلد 2 صفحه 119 از علمای عربستان. همچنان الفقه الحنفی فی سویل جدید از شیخ عبدالحمید محمود طهماس صفحه 413. همچنان در کتاب خلاصه المسائل جلد اول صفحه 154 از علمای ایران. همچنان در فتاوای علمای حرمین در صفحه 1233. همچنان در شرح نورالایضاح تألیف حضرت مولانا ابوالفضل علامة الداحر محمد عبید الله ایوبی الحنفی القندهاری جلد 3 صفحه 252.
همچنان در کتاب المفصل فی فقه الحنفی صفحه 276 رئیس شورای علمای دمشق، شورای فقهی علمای دمشق. همچنان در کتاب رسالة الفقه در صفحه 11 از محمد محمود. همچنان در احکام مسائل رمضان صفحه 22 از مولوی عبدالمنعم مصطفی. همچنان در رساله فضائل روزه در صفحه 22 از حسین تاجی. همچنان در فتاوای الکافی فی فقه الحنفی تألیف علامه سلیمان غاویجی جلد دوم صفحه 645. همچنان در رساله زجر القوم عن تلقیح فی الصوم مع تقریضات کبار علماء دیوبند صفحه 33 از حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب. همچنان تنبیه اللاحقین به معمولات السابقین صفحه 8. همچنان در کتاب درس ترمذی جلد دوم صفحه 552 از حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب. همچنان در کتاب مبسوط جلد 3 صفحه 68. همچنان در تفهیم المسائل تألیف مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب. همچنان در کتاب روشکی حالات می انجکشن लगाने की شرعی حیثیت تألیف حضرت مفتی پیر چشتی صاحب. همچنان در کتاب پیشکاری روزه را می شکند تألیف مولانا عبدالصبور مظهری صاحب. همچنان در شرح مسلم تألیف حضرت مفتی غلام رسول سعید صاحب. همچنان حکم مراهم و تزریقات طبی تألیف دکتر محمد حنیف صاحب. همچنان المفترات فی مجال تداوی جلد دهم صفحه 216. همچنان در فتاوای ودودیه صفحه 294 تألیف مفتی محمد ابراهیم صاحب. همچنان در کتاب عبرة الورید حکم عبرة الورید فی الصوم تألیف استاذ الحدیث فدا محمد معصومی الحنفی جامع اقوال علماء افغانستان و پاکستان فی هذه المسئله. همچنان در کتاب القول التام حول الحقن بالعبرة في صوم الصيام تألیف عمر ابن حسین ابن عمر الحداد صاحب. تمام این کتاب ها که تقریبا 35-40 کتاب و رساله در ارتباط این که روزه در تزریق سیروم و پیچکاری روزه را می شکند، در این ارتباط با استدلالات موثق و با دلیل های قوی گفتند که تزریقات عصریه مبتل از برای روزه بوده.